به آموزش پاورپوینت 2013 آترین مدیا خوش اومدید. با مشاهده این مجموعه آموزش در کمترین زمان استفاده از پاورپوینت رو با مثال‌های عملی خواهید آموخت. در اولین گام لازمه نصب زبان و فونت فارسی رو یاد بگیرید. برای کار با پاورپوینت بایستی با بخش‌های مختلف رابط کاربری اون آشنا بشید. روش‌های متنوع ساخت فایل ارائه و تنظیم و ویرایش تم و قالب در فصل سوم تدریس میشه. ساخت، زیباسازی و تنظیم اسلایدها نقشی کلیدی در پاورپوینت داره. درج عکس و قالب بندی و افکت گذاری بر روی تصویر اسلایدها رو زیباتر میکنه. ایجاد لیست‌ها، افزودن متن و ساخت جدول رو در فصل ششم تمرین میکنیم. با استفاده از شکل و اسمارت آرت ها میشه مطالب پیچیده رو ساده تر بیان کرد. درج ویدئو، تنظیم افکت تغییر اسلاید و متحرک سازی محتوا بخشی از مطالب فصل هشتمه. میتونید از امکانات پاورپوینت جهت آماده شدن برای سخنرانی استفاده کنید. در هنگام سخنرانی از نمای پرزنتر ویو برای ارائه جذاب مطالب استفاده میکنید. میشه فایل ارائه رو به فرمت‌های دیگه تبدیل کرد و یا حتی اون رو بر روی وب منتشر نمود. ذخیره‌سازی فایل ارائه در شیرپوینت و ویرایش اون توسط چند نفر رو در فصل 12 می‌آموزیم. اگه می‌خواید مخاطبان خودتون رو در سخنرانی‌ها، جلسات و کنفرانس‌ها شگفت‌زده کنید، 8 ساعت آینده رو با ما همراه باشید.